کنجگول شیرова برای تجربه بار اول در گرمخانه کشتی پولزی را به راه مانده است. نشونمای خوبی پولزی گواهی از آن می‌دهد که نسبت به زمین‌های گشاد در شرایط گرمخانه سبزی دلخواه محصولات بهتر میباشد. این زنی مهنت‌دوست طولی چند سال است که به کشت و کار زراعت و سبزیجات گوناگون مشغول گردیده در این سمت تجربه بای اندوخته است. خیده نزدی حولگی او این روزها پابند سبزیجات گوناگون و کوچت‌های پمیدار و بادرنگ، قلنفور شیرین و تیز و دیگر انواع کشاورزی بوده. در این برابر اطرافیان را با نهالان سبزیجات‌های سرطلبات تامین می‌نماید. زندگی خانواده کنجگول شیرova محض از آبیله دست اهل عائله و خصوص خود او پیش برده می‌شود. زیرا این بانوی مهنت‌دوست تمام وقت خالگی خیش را در کار خواجگیداری صرف می‌نماید. سال می شود که زمین نزد حولگی خود را ثمراناک استفاده برده از آن حاصل خوب به دست میاریم. این سال ما در 4 گرمخانه از جمله کوچت پمیدار، بادرنگ، قلنفر دیگه زراعت ها به راه ماندیم. بار اول است که ما در این گرمخانه خود کوچت تربوز را به راه ماندیم. مشاهده می شود که خوب نشونما یافته حاصل خوب هم میگیریم. مهنت این یک شرف است. مهنت کردن خوب است. در زمین مهنت کردی حاصل خوب به دست میگیری. زندگی خود را بهتر میگردانی. نتیجه مهنت دلگرمانه این عائله زحمت پسند است که در برابر تامین احتیاجات روزگاری خیش بازارهای گرد و اطراف را با محصولات تر و تازه رنگین مینمایند. طوری مشاهده کردیم مدنیت بلند استفاده قیده نزد حولگی در این خاندان رعایت گردیده با دیدن آن طبع کس بولیده میگردد. قیده نزد حولگی کنجگول شیرova 20 سوتیخ را تشکیل داده در 16 صدیکی او گرمخانه بنیاد یافته است و در باقی مانده زمین باشد همساله کارتوشکا کشت مینمایند. عین زمان در گرمخانه های او نهالان پمیدار، بادرنگ، قلنفور، کدو خوب نشونما گرفته همه روزه به کارکرد و نگاهبین آن سرگرم میباشد. تاکیدهای پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در سمت استفاده زمین و ذخیره محصولات برای 2 سال ساکنان ناحیه جیهون سرمشق هر روزه کار خیش قرار داده زمین‌های کارم را پرثمر استفاده می‌برند و سطح روزگارشان را از این حساب سال از سال بهتر و خوبتر می‌گردانند.